در دنیای سرشار از جادو، خطر و توطئه، داستانی آغاز می شود که هم قلب را می لرزاند و هم روح را تسخیر می کند. این قصه درباره گوینویر است، دختری باهوش، سرکش و تشنه ماجراجویی که هیچ مرزی جز خواسته‌های قلبش نمی‌شناسد. در سفری مرگبار، وقتی همه چیز رو به پایان است، مردی مرگبار از دل تاریکی ظاهر می شود. اسکار، جنگجوی سختگیر با گذشته‌ای پر از زخم و رازی که سرنوشتش را به تاریکی گره زده است. نجات گوینویر توسط اسکار جرقه‌ای می شود برای مسیر مشترک، سفری پر از جنگل‌های جادویی، دشمنان ناشناس و نبردهایی که بیش از هر شمشیر و جادو روحشان را به چالش می‌کشد. اما در میانه این آشوب، عشقی ممنوعه و نیرومند میانشان زاده می شود. عشقی که می تواند دیوارهای یخزده دل اسکار را فرو بریزد و نوری تازه به زندگی گوینویر ببخشد. با این حال، عشق در این جهان بهای سنگین دارد. پیمانهای خونین، دشمنان بیرحم و رازهایی که هر لحظه می توانند این پیوند را نابود کنند. تاسک لاو تنها یک رمان عاشقانه نیست، این داستانی حماسی است از نبرد میان تاریکی، از انتخاب‌هایی که سرنوشت را رقم می‌زنند و از عشقی که حتی در دل سهمگین‌ترین طوفان‌ها می‌تواند جرقه امید ابدی روشن کند.